اسم تئوری مقاومت میذارن تئوری جنگ، تئوری سازش هم اسمش میذارن تئوری صلح. حتما ما صلح طلبیم، اما صلح پایدار از بستر مقاومت میگذره، نه بستر تسلیم. یه قدم جلوتر صلح پایدار در جهان از بستر حذف دستگاه شیطان میگذره. تا شیطان هست یوغ بینکم العداوة والبغضاء، جنگ رو میندازه. جنگ‌های بزرگ مال شیاطینه، مال طواغیته. همین کارو دنیای غرب داره میکنه. بازی بزرگی که تو منطقه از قبل از عباس میرزا شروع کردن که منطقه قفقاز رو از ایران جدا کردن. مگه اون موقع ما بودیم؟ بعد اینا خیلی عجیبه. اسرائیل آدم میکشه، پاسخ شما باید بدیم. نسل کشی میکنه، ما مقصریم، ما میشیم تئوریسین جنگ. تئوریسین جنگ امریکاست. ما تئوری مقاومت داریم، شما تئوری تسلیم دارید. اونا دارن به ما هجوم بیارن، ما کاری به اونا نداریم که اونا بدن دین ما رو میخوان از ما بگیرن. اینا مدعی جامعه بدون دینن، ما میخوایم پا دینمون بایستیم، مقاومت میکنیم. من معتقدم ما تئوریسین مقاومتیم، محورش هم حضرت امام و حضرت آقا تو دوران ما. اونها تئوریسین تسلیمن، ابرقدرت‌ها و اربابای اونها هم تئوریسین جنگی. بعد ما میشیم تئوریسین جنگ، اونا میشن تئوریسین صلح. تئوریسین جنگ ابرقدرت‌ها هستن که بازی بزرگ رو در منطقه 2 قرن شروع کردن. میگم هیچ پاسخ درخوری هم هیچ کسی نداره از کشورهای منطقه بهشون. هند دیگران هم تسلیم شدن، پهلوی، قاجار تسلیم شدن، تو بازی اونا بازی میکردن. فقط امام پاسخ درخور دادن، تئوری مقاومت رو شکل دادن، مقاومت اجتماعی رو شکل دادن، به دنیای اسلام و جهان هم کشوندن. اونا هم نگران همینن. غرب زده ها هم اسم تئوری مقاومت میذارن تئوری جنگ، تئوری سازش هم اسمش میذارن تئوری صلح. تئوری جنگ همون بازی بزرگی است که اینا تو منطقه و جهان شروع کردن. مقابلش هم یا مقاومت یا تسلیم، و هزینه تسلیم به شدت بیش از مقاومت.